دستم رهایت کن. رهایت کن. دست نگهدار. اگر یک بار دیگر یوزارسیف شلاق بخورد ما هیچ کار نخواهیم کرد. تو همیشه خود رو به خاطر ما به زحمت میاندازی. من به وظیفه خود عمل میکنم. مواظب نینیفرکپتا باشیم. ممکند قصد انتقام از یوزارسیف را داشته باشد. کار تعطیل است. آماده رفتن شوید. امری بود بانو؟ در قصد اقداماتی می شود که من از آن بیخبرم. بانوی من دیگر پیر شدم و آنگونه که در گذشته چشم و گوش خود را باز نگه می داشتم اکنون... بس کن کاری ماما. با خبر شدم که اهالی قصر با یکدیگر همداستان شده‌اند، برای یوزارسیف لباس و دارو و غذا می‌فرستند. این خبر کجایش نگران کننده است؟ این که بد نیست. نگران کننده نیست؟ یوزارسیف را برای چه به زندان فرستادیم؟ برای استراحت و تفریح؟ فراموش کرده بودم بانو. اگر در زندان به یوزارسیف خوش بگذرد از خواسته های شما اطاعت نخواهد کرد. باید چاره‌ای اندیشید. کاری میکنم که زندان برایش جهنم شود.
لباس ها نه، ابتدا لباس های کهنه را در آوریم. شما که لباس لازم ندارید، همین خوب است. چرا؟ اتفاقا لازم داره. این لباس مناسب اینجا نیست. بهتر از همرنگ دیگر زندانیان چرا؟ که اندازه من نیست. اگر مناسبتا نیست بهتر است با هم تعویض کنیم. خدایان بر شما باد. چه میخوایی؟ اینجا چه میکنی؟ ببینم پسرم، شما یک زندانی به نام آپوپیس دارید؟ نمیدانم. شما که هستی؟ با او چه نسبتی دارید؟ من یکی از بستگان او هستم. مدتی است که ناپدید شده. نمیدانیم که زنده است، نمیدانیم که مرده است. بستگان و خانواده او سخت نگران و پریشان او هستند. ای کاش خبری نشانی از او میافتیم تا زن و فرزند و مادر پیرش را خوشحال میکردیم. جناب کیدامن، نام آن 2 نفر زندانی که در سلول انفرادی هستند چیست؟ میخوایی چه کنی؟ یک نفر آمده به دنبال یکی از بستگانش به نام آپوپیس میگردد. گفتم شاید یکی از آن 2 نفر باشد. چه شده؟ از من چه میخواهید؟ که هستی و از آپوپیس چه میخواهی؟ به دنبال او میگردم. او گم شده است. من از بستگان او هستم. فعلا به درون بیا تا معلوم. رعایت کنید! رعایت کنید! از من چه میخواهید؟ رعایت کنید! تو از کاهنان معبد آمون هستی یا از بستگان آپوپیس؟ من از بستگان او هستم. ببریدش. رعایت کن! رعایت کنید! نگهبان! بله قربان. سوار شو و به تاخت به نزد عالی جناب پوتیفار برو. بگو که کیدامن گفت فردی را دستگیر کرده ایم که در جستجوی آپوپیس بود. عجله کن. اطاعت. شما حق ندارید مرا اینجا زندانی کنید. من به آنق ماهو کاهن اعظم شکایت میکنم. اگر او را دیدی این کار را بکن. فعلا تا مدتی میهمان ما هستی. شما حق ندارید مرا اینجا زندانی کنید. نگهبان، من از شما شکایت او را به سلول مقابل منتقل کنید.
این کیمونی کاهن معبد آمون است. او بازوی راست آنخ ماهو کاهن اعظم می باشد. او را با آپوپیس چه کار؟ حالا برایم یقین شد که دسیسه سوء قصد به جان آمنهوتپ از سوی معبد آمون طراحی شده است. مواظب باشید هیچ کس با او تماس نگیرد و هیچ خبری هم از او به بیرون رخنه نکند. اطاعت قربان. آپوپیس و ایناروس را به اتاق شکنجه بیاورید. پس فطرت‌ها نفرین بر شما. امیدوارم نابود شوید. من احمق را بگو که میخواهم ماهیت محرکین خود را پنهان کنم، اما آن بیشرف‌ها اصلا به فکر من نیستند. بدبخت. آنها اگر دستشان به تو برسد تو را از میان بر می‌دارند تا ماهیتشان را افشا نکنی. آن وقت توقع داری نجاتت بدهم. بیرون. عجله کنید. عجله کنید. ما را کجا میبرید؟ خواهی دانست. راه بیا. کیمونی کاهن را که میشناسید. بله عالی جناب، کاهن معبد آمون. کیمونی کاهن امروز از نگهبان زندان سراغ تو را میگرفته. چرا؟ من نمیدانم عالی جناب، نمیدانم. خوب فکر کن. شاید به خاطر آوردی کیمونی که بی خود سراغ تو را نمیگیرد. من چیزی به خاطر نمی آورم. نه به خاطر نمی آورم. من کمکت میکنم که به خاطر بیاوری. من که کاری نکردم. برای پوتیفار من که کاری نکردم. من چیزی نمیدانم. جناب پوتیفار من چیزی نمیدانم. باور کنید جناب پوتیفار رعایم کنید. من چیزی نمیدانم. باور کنید چیزی نمیدانم. رعایم کنید. رعایم کنید جناب پوتیفار. من از طرف جناب آنخ ماهو مأمور بودم فرمان روا آمنهوتپ را مسموم کنم. این مطلب را با ایناروس در میان گذاشتم. ابتدا قبول نمی‌کرد، می‌ترسید، اما او را راضی کردم. قرار بود من در غذای فرمان روا زهر بریزم و ایناروس در شراب ایشان. من این کار را کردم اما ایناروس نه. ترس او بر سر میز غذا نقشه ما را برهم زد. اگر ایناروس حرفی نمیزد همه چیز تمام شده بود.
چه شد که پشیمان شدی و فرمان روا را از این توطئه با خبر کردی؟ چون شنیده بودم فرمان روایان مصر مقام نیمه خدایی دارند و خدایان را نمیتوان کشت. عالی جان، میتوان؟ آنها را به زندان عمومی ببرید. فقط مواظب باشید بعداً آنها را به عنوان شاهد نیاز داریم. مواظب باش نام و نشان ایناروس و آپوپیس افشا نشود. ممکن است جانشان در خطر بیفتد. بله عالی جناب، با او چه کنیم؟ او را همچنان در انفرادی نگه دارید تا من در مورد او با فرمان روا صحبت کنم. یوزارسیف کجاست؟ میخواهم او را ببینم. یوزارسیف را صدا کنید. نه میخواهم او را از دور ببینم. بله عالی جناب، با من بیایید. همه زندانیان و زندانبانان او را دوست دارند. همه یوزارسیف را دوست دارند، اما او همه کس را دوست ندارد. همانقدر که محرومان و نیازمندان را محترم می‌شمارد، با زورمداران و ستمگران سر عناد و ستیز دارد. او همیشه یا در حال خدمتگزاری و مساعدت است و یا در حال موعظه و نصیحت. برای او آرزوها داشتم اما نگذاشتن. امروز کیمونی یکی از کاهنان معبد آمون به زندان زاویرا مراجعه کرده و نگهبانان که به دستور من آماده بودند او را دستگیر می‌کنند. وقتی با خبر شدم به زندان رفتم. آپوپیس اقرار کرد که به دستور آنخماهو تصمیم سوء قصد به جان فرمانروا را داشته و ایناروس را هم به اجبار با خود همراه نموده است. من فکر میکنم که زمان اقدام علیه معبد فرا رسیده. من تردید دارم که به سادگی از عهده معبد برآییم. ثروت عظیم معبد میتواند به سهولت لشکری عظیم را در برابر شما مهیا کند. من در این جنگ لااقل 10,000 کشته می‌بینم. جناب فرمانروا، پایگاه گسترده خدای آمون را در بین مردم نباید نادیده گرفت. پس چه؟ دست روی دست بگذاریم و در مقابل این خیانت بزرگ سکوت اختیار کنیم؟ باید منتظر فرصتی مناسب باشیم. فعلا کسی نباید از دستگیری و محل زندان کیمونی، ایناروس و آپوپیس با خبر باشد. آنها را به عنوان شاهد و مدرکی زنده نگه می‌داریم تا فرصتی مناسب. تعلل نکنید پدر. نباید به کاهنان فرصت تجهیز نیرو و آماده سازی داد. برای ارباب معابد نقشه‌هایی دارم که امیدوارم هرچه زودتر این فرصت پیش آید. پیشنهاد میکنم کاهنان را به اینجا دعوت کرده با زندانیان روبرو کنید. اگر در حضور آنان اقرار به رابطه با معبد کرد، می توانید همینجا دستگیرشان کرده و روانه زندان کنید. همینجا گردن میزنید. چرا زندان؟ نه، من با کشتار موافق نیستم. دستگیری و زندان توطئه هایشان را خنثی میکنند.
قلب رؤوف ولیعهد جوان ما هیچگاه نمیتواند با خونریزی معافرت کند. اما چاره چیست؟ گاه صلاح ملک مجازات خطاکاران را ایجاب می‌کند. من با نظر آمنحتپ جوان موافقم. اگر در مواجهه با کاهنان آپوپیس اقرار کرد، دستمان برای هر گونه اقدامی باز است. از هرچه زودتر ترتیب این ملاقات و میهمانی را بدهید. چه شده؟ مطلب تازه‌ای هست؟ به من خبر رسیده که اوضاع یوزارسیف در زندان بسیار مرتب و بسامان است و خیلی به او خوش می‌گذرد. این را امروز خود به چشم دیدم. او چشم و چراغ زندانیان و یار و مددکار زندانبانان است. اما قرار بود او در زندان تنبیه و مجازات شود. تو خیال کردی که یوزارسیف را به بند کشیده و تحقیر کرده ای؟ الان که خطاست. تو یوزارسیف را از دام خود نجات داده ای. او زندان زاویرا را به گلستان بدل کرده. او نه تنها قصر پوتیفار که زندان را نیز به خوبی میتواند اداره کند. من از اینکه یوزارسیف از دام تو خلاص شده خوشحالم. اتفاقی افتاده بانو؟ ما در نقشه های ما شکست خوردیم. یوزارسیف هیچگاه تسلیم من نخواهد شد. اصلا اون مجازات نمی شود که برای خلاصی از آن بخواهد تسلیم شود. می بینم که خیلی زود شکست را پذیرفته اید. هنوز راه های زیادی برای تجربه کردن است. وقتی مشاور من ابلهی چون تو باشد نتیجه بهتر از این نخواهد بود. من هرچه می کنم برای جلب رضایت شماست. فقط می خواهم که آرزوی شما برآورده شود. بسیار خوب. ناراحت نشو. بگو چه چاره‌ای به ذهنت میرسد. نگذار به یوزارسیف خوش بگذرد. خواب راحت را از او سلب کن. چگونه؟ رئیس زندان زاویرا را تطمیع کن تا بر او سخت بگیرد. فکر میکنی تسلیم شود؟ به هر حال باید راه‌های مختلف را تجربه کرد. هر کاری لازم باشد انجام خواهم داد. قصد من از حصر و زندان تسلیم یوزارسیف بود، نه تبعید. اصلا طاقت دوریش را ندارم. تا زندان گلستان است یوزارسیف اطاعت نخواهد کرد. پس چرا خدایان برای خلاصی ما از این زندان هیچ اقدامی نمی کنند؟
پس این آمون به چه کار می آید؟ من آمون را مقصر نمیدانم. مقصر شمایید که از سنگی بی روح و جسمی بی جان انتظار مساعدت دارید. این سنگایی که مکنون می شکنیم و در ابعاد و اندازهای مختلف شکل می دهیم با آمون چه تفاوتی دارد؟ آمون خود درمانده و امور او را دیگران انجام می دهند. آنگاه شما انتظار دارید به داد شما هم برسد؟ پس ما به هنگام گرفتاری به که پناه بدهیم و از که یاری بطلبیم؟ بپرسید، تعقل کنید، خدایی را بیابید که نیازمند نباشد، قدرتمند و قوی باشد و از عهده رفع مشکل شما برآید. از کجا چنین خدایی را بیاریم؟ ما به جز آمون را و ایزیلیس خدایی نمی‌شناسیم. جستجو نیاز نیست، او همه جا هست. خدایی که شما میگویید اموال مردم را به ستم مصادره نمی کند، زنان زیبا را چون آمون به زور تصاحب نمی کند. کاهنان معبد خدایی که تو میگویی آیا به مردم زور نمیگوید؟ خدایی که من میگویم هیچ یک از این کارها رو نمی کند و با همه این کارها مخالف است. او بسیار مهربان و رئوف است. من با کدام کار دارم؟ چه شده؟ دوباره حواس شلاق کرده ای؟ مطلب مهم نیست. مهم؟ اگر مهم نباشد باید خود را آماده شلاق کنی. باشد، موافقم. بیا. آیا شما تا کنون سخنان یوزارسیف را شنیده اید؟ نه. ایرادی در سخنان او هست؟ سراسر عیب و ایراد است. او اصلا به آمون بزرگ و دیگر خدایان مصر معتقد نیست و آنها را تحقیر و تمسخر می کند. تو از کجا دانستی؟ از سخنان او. اصلا ابایی ندارد. آشکارا یکتاپرستی و ایمان به خدای نادیده را تبلیغ می کند. کافیست مخفیانه لحظاتی به سخنان او گوش دهید. گوش کن نینفر کپتا. یوزارسیف از نظر من انسان شریفی است و هیچ دغدغه جز یاری دیگران ندارد و از زمانی که به زندان زاویرا آمده هم اوضاع زندان و زندانیان بهتر شده و هم میزان شرارت‌ها و تخلفات کاهش یافته. ولی ایمان زندانیان را چه میگویید؟ من نگران ایمان آنها هستم. ایمان؟ نه، تو نگران
قلدری و ریاست خود بر زندانیان هستی، نه ایمان آنها. اگر بار دیگر با یوزارسیف درگیر شوی و به او اهانت کنی به سختی مجازات خواهی شد. این بار را بخشیدم، اما نوبت بعد شلاق است. نینیفر، به جناب کیدامن چه میخواستی بگویی؟ ها؟ از یوزارسیف بدگویی میکرد. قصد تحریک جناب کیدامن را داشت، ولی جواب دندان شکنی شد. شنیدم از من نزد کیدامن سعایت کرده ای. برای نابودی تو هر کاری میکنم. من تاکنون به تو بدی نکردم، فقط سعی کردم تو را از عمل خلاف باز دارم. کینه‌ای که تو در دل میپروری روح و قلبت را تاریک و سیاه خواهد نمود. من دوستی تو را میخواهم. دوستی؟ تا زنده هستم جز دشمنی از من نخواهی دید. دعا کن فرصتی به دست نیاورم. با این همه من ناامید نیستم. بانو زلیخا همسر عالی جناب پوتیفار قصد بازدید از زندان را دارند. جناب کیدامن، بگو. بانو زلیخا همسر جناب پوتیفار قصد بازدید از زندان را دارند. ایشان را راهنمایی کنید. درود بر بانو زلیخا. درود خدایان بر شما و دیگر زندانبانان. به زندان مخروبه و فراموش شده زاویرا خوش آمدید. گمان نمی کنم با وجود یوزارسیف هنوز هم بتوان زاویرا را زندانی فراموش شده و مخروبه نامید. او به هر کجا که قدم می‌گذارد آنجا را آباد می‌کند. بله بانو، باید اقرار کنم این حقیقتی انکار ناپذیر است.
یوزارسیف زندان ما را احیا نموده و اینک مورد احترام همه است. ولی یوزارسیف یک برده متمرد است. ما او را زندان کرده ایم که تنبیه شود و از ما اطاعت کند، نه اینکه در زاویرا خوش بگذراند و سروری کند. ولی بانو، زندان است و زندانی همین که از آزادی محروم باشد برای او زجر کمی نیست. از آن گذشته این زندانیان در معادن سنگ مدام به کارهای طاقت فرسا وادار می شوند و این خود بزرگترین شکنجه است. ببینید جناب کیدامن، امروز بانو زلیخا به زاویرا آمدند تا به هر قیمتی که شده شکنجه و زجر یوزارسیف را از نزدیک ببینند. من نمیفهمم. مثلا چه شکنجه ای؟ شلاق. من میخواهم اون شلاق بخورد و من صدای ناله هایش رو بشنوم. اطاعت بانوی من، اطاعت. من مطیع اوامر شما هستم، نه هوادار و مدافع یوزارسیف. شما همینجا باشید، من از سایه باز میکردم. یوزارسیف؟ بانو زلیخا به اینجا آمده و اصرار دارد شکنجه شدن تو را ببیند و تلاش من برای منصرف کردن او بی نتیجه بود. من در اختیار شما هستم. یوزارسیف را به ستون وسط زندان ببندید. این یعنی چه؟ چرا او را میبندید؟ میخواهند مرا شلاق بزنند. کمی تحمل داشته باشید، اینان چاره ای ندارند.
خود را به نمیخواهم حرفی بشنوم. گفتم دست نگه دارید. دست نگه دارید. کافیست. کافیست. او را باز کنید. مرا ببخشید. قصد زدن نداشتم. اما در حضور زلیخا چاره‌ای نبود. ممکن بود اون متوجه تصنعی بودن شکنجه شود. چاره‌ای نداشتم. مانعی نیست. یوزاسف تا شلاق زدن تو را دید ناگهان فریاد کشید بس کنید، دست نگه دارید. نمیخواهم بشنوم. زلیخا زن عجیبی است. نه خشم و غضبش چون سنگ دلان است، نه مهر و عطوفتش چون دلدادگان. نه کین توزیش معلوم است و نه مهر ورزیش. یعنی تو را به خاطر زلیخا مجازات کردند؟ تا کی میخوایی افسرده و غمگین زانوی غم در بغل بگیری؟ جز این چاره‌ام چیست؟ زخم 100 شمشیر و ناوک 100 پیکان با دل من آن نکند که یک روز فراق میکند. نمیدانم با این دل بیقرار چه کنم. یک روز گفت یوزارسیف را در بند کن، کردم. همین دل میگوید آزادش کن، نمیتوانم. چرا یوزارسیف را زندانی کردم؟ چرا؟